قبرای موقت و اجاره‌ای در گواتمالا. بله، تو قبرستون وربنا تو کشور گواتمالا مردم بعد از مرگ رسما مستاجر میشن و خانواده‌هاشون باید هر ماه یه پول توپل بابت اجاره قبرها پیاده بشن و جالبه بدونید که مبلغ اجاره هم ماشاءالله کم نیست و اگه به موقع پرداخت نشه کارگرای مخصوصی تو این قبرستون هستن که قبرو خالی میکنن و خیلی تر و تمیز و خوشگل آمادش میکنن واسه نفر بعدی. آقا جمع کن برو بیرون مردی دیگه پول حالا سرنوشت اون جنازات چی میشه؟ خب یه تعدادی مستقیما میرن تو گورای دست جمعی. نه شوخی نمیکنم، واقعا همینطوره. و عجیبتر از اون یه تعدادی از اجساد هم دوباره به خانواده‌هاشون تحویل میدن، میگن آقا بفرمایید مرده شما خیلی سر صدا میکرد آقا. و تازه از این عجیبتر هم هست، باقی مونده یه تعدادی از اونها رو هم توی پاکت‌های بزرگ پلاستیکی روی هم میریزن و توی جنگل و بیابون رها میکنن تا خوراک حیوونا بشن. قشنگ یه فیلم ترسناک خفن میشه از ماجرای این قبرستون ساخت. حالا شما بگید دلبندا، به نظرتون ظلمی هست که این جونور دوپا تو تاریخ به هم نوع خودش و بقیه موجودات نکرده باشه؟ نه جان من. اسرار پنهان رو دنبال کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. با ما همراه باشید.